يا رسول الله وقدوتنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ششم چنین بود: چشمه زمزم کی و چه خیل پیدا شد؟ برادران و خواهران عزیزم، چشمه زمزم در دوره پیامبری حضرت ابراهیم علیه السلام پیدا شد. در حدیث بخاری آمده است که عبدالله ابن عباس روایت می کند بعد از آن که ابراهیم علیه السلام همسرش هاجر و پسرش اسماعیل علیه السلام را در بیابان مانده رفت و وقتی که طعام و آبهای آنها تمام شد، هاجر در جستجوی آب به سوی کوه صفا و مروه رفت و در آنجا هیچ آبی پیدا نکرد و بازگشت به سوی پسرش اسماعیل علیه السلام. در این حالت جبرائیل علیه السلام به زمین فرآمده با یک روایت با سم به پایش به زمین زد، از آنجا چشمه پیدا شد و با روایت دیگر به قناتش به زمین زد که از آنجا آب فواره کرد و بعد هاجر از این آب استفاده کرد و گفت زم زم، یعنی جمع شو جمع شو. از این سبب نام این چشمه زمزم می باشد. بعد از گذشت زمان آب این چاه خشک می شود و بابای پیامبرمان عبدالمطلب در خواب می بیند که به او گفته می شد رفته چاه زمزم را از نو بکاود و جای این چاه بر او معین شد و او رفت با همراهی پسرش حارث به کافتن این چاه شروع کرد و با خواست الله مهربان این چاه از نو کافته شد و آب در آنجا پیدا شد. این بود معلومات مختصری درباره چاه زمزم. پس برادران و خواهران عزیزم، از الله مهربان طلب می‌کنیم تا زیارت کردن خانه خود را و نوشیدن آب زمزم را در خانه خود در کعبه بر ما نصیب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كم دسنا رؤوس عادينا وسنمضي اليوم كما ضينا لرسول الله.